هزار آوا، سرگذشت آهنگ‌ها و ترانه‌های ماندگار و نامی‌ترین نوازندگان تار و سه‌تار، به قلم مرتضی حسینی دهکردی، جلد اول. درود و مهر خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. من نرگس جلالی هستم و این پادکست هزار آواست. پادکست هزار آوا بیانگر پیدایش آهنگ‌های برتر و موسیقی‌های حد ایران هستش که چگونه نوشته شدن، به مرحله ساخت رسیدن و اجرا شدن. پادکست هزار آوا درد و رنجی که موسیقی ایران متحمل شد تا به سالهای اوج خودش برسه و جایگاهی که الان داره رو تعریف میکنه. امیدوارم در این پادکست همراه ما باشید و با معرفی کتاب و منابع بیشتر به من کمک کنید. شنیده شدن و معرفی ما به دوستانتون لطفیه که در حق من و همکارم میکنید. من و شما در کنار هم میتونیم سهمی در معرفی و ارتقای جایگاه موسیقی ایران داشته باشیم. پس بیایم با هم یکی بشیم. مرسی که شنونده این پادکست هستین و ما رو به دوستانتان معرفی میکنید. پس دلخوشیم به یاری شما و قسمت اول هزار آوا رو با شما آغاز میکنیم. هزار آوا، سرگذشت آهنگ‌ها و ترانه‌های ماندگار و نامی‌ترین نوازندگان تار و سه‌تار، به قلم مرتضی حسینی دهکردی، جلد اول. پیشگفتار. از دوران خردسالی شیفته شعر پارسی و موسیقی اصیل ایرانی بودم و اکثر اوقات در تنهایی کودکانه خود آهنگها و ترانه‌ها را زمزمه می کردم. نخستین ترانه‌ای که مرا مجذوب کرد و برای همیشه در خاطرم ماندگار شد، موسم گل نام داشت که هنرمندان محلی شهر کردی آن را به زیبایی بسیار می‌خواندند. بعدها فهمیدم که این ترانه اثر مشهوری است از استاد موسی معروفی که با شعر وحید دستگردی و آوای مطبوع و دلپذیر قمرالملوک وزیری روی صفحه گرامافون ضبط شده و به علت زیبایی نغمه‌ها و محتوای کلام بعدها به وسیله پوران شاپوری و هنگامه اخوان بازخوانی شده و در 2 برنامه گلها و گلچین هفته پخش شده است. از دیگر آوازهای پرفسون و فسانه‌ای که در نوجوانی جان و روح مرا تسخیر کرد میتوان از بیداد همایون با صدای تاج اصفهانی، آواز شور اسماعیل ادیب خانساری، آواز دشتی بتول عباسی با نام هنری روحانگیز و آواز ابوعطا قمرالملوک وزیری یاد کنم که همه آنها
روی صفحه ضبط شده بود و من گهگاه آنها را در خانه یکی از بستگانم که دستگاه گرامافون کوکی داشت میشنیدم و در عالم خیال به آسمانها پرواز میکردم. از نوجوانی عادت داشتم که برخی از رویدادهای زندگی خود را یادداشت کنم. گویا اینکه اغلب این نوشته‌ها مطالبی رمانتیک بود و بخش اعظم آنها به شرح زیبایی‌های طبیعت، رویاهای شب‌های مهتابی، عطر گلها، عشق‌های کودکانه و آمال و تمنیات احساسی اختصاص داشت. محاذا مطالعه آنها بسیاری از رویدادهای گذشته را در خاطرم زنده کرد که در نوشته مجموعه 1000 آوا از آنها استفاده نمودم. ذکر برخی از این یادمانده ها خالی از لطف نیست که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنم. 1. در اوایل دهه 1320 خورشیدی هر شب ساعت 7 بعد از ظهر رادیو دهلی برای ایران برنامه فارسی داشت و بخش مهم برنامه‌های آن را موسیقی ایرانی تشکیل می‌داد. یکی از خوانین بختیاری که در شهر کرد زندگی می‌کرد تنها کسی بود که رادیوی بزرگی داشت که با باتری اتومبیل کار می‌کرد. در آن زمان ما برق نداشتیم. او هر شب رادیو دهلی را می گرفت که صدای آن از پنجره به بیرون می رسید. من و یکی از دوستانم هر شب در ساعت مزبور به حوالی آن خانه می رفتیم و زیر پنجره می ایستادیم تا صدای زیبای ویولون تاتایی و دیگر صفحات موسیقی را بشنویم. حتی شب‌هایی که برودت هوای زمستان به 20 درجه سانتیگراد زیر صفر می‌رسید، ما این سیر و سلوک هنری را از دست نمی‌دادیم. آن موسیقی‌های لطیف در پرورش ذوق موسیقی ما تأثیر بسیار به جای نهاد و من هنوز آن شب‌ها را به یاد دارم. 2. در اوایل دهه 1320 که برای تحصیل به اصفهان رفته بودم، روزهای پنجشنبه هر هفته به قهوه‌خانه‌ای که در خیابان چهارباغ حوالی عباس آباد بود می رفتم و با خوردن یک استکان چای 1 ریالی حدود 1-2 ساعت آنجا می نشستم و به برنامه‌های موسیقی رادیو اصفهان گوش می کردم. در آن زمان جز افراد متمکن کسی رادیو نداشت و مردم برای شنیدن برنامه‌های رادیویی غالباً به قهوه‌خانه می‌رفتند. در این قهوه‌خانه بود که من با نام بسیاری از هنرمندان موسیقی اصفهان مانند جلیل شهناز، نوازنده تار، حسین یاوری، نی، مهدی نوایی، نی، اکبر جقه آواز، محمود سارنج کمانچه و عباس سروری تار آشنا شدم. تاج و ادیب خانساری را از قبل می شناختم. در یکی از این روزها گوینده رادیو اصفهان اعلام کرد که امروز برنامه مخصوصی داریم. یکی از شعرای خوشقریه هنر دوست و توانای اصفهان تحت تاثیر نوازندگی جلیل شهناز قطع شعری سروده که نام تعداد زیادی از مقام‌ها و گوشه‌های موسیقی در آن ذکر شده است. امروز قرار است این شعر دکلمه شود و آقای شهناز بدون آنکه کوک ساز خود را تغییر دهد، به محض اینکه نام گوشه‌ای برده شد آن گوشه را با تار اجرا نماید. مصرع نخست این قطعه چنین بود: ز شاهناز تو شاهان قبول ناز کنند، که به محض اینکه گوینده این مصرع را دکلمه کرد، استاد گوشه شهناز را که از ملحقات دستگاه شور بود با لطافت بسیار نواخت و همینطور این برنامه دلانگیز ادامه یافت و همه کسانی که در قهوه خانه بودند از این برنامه لذت بردند.
متاسفانه نتوانستم این قطعه شعر زیبا و نام سراینده آن را پیدا کنم. به احتمال زیاد این قطعه را آقای کیوان که سالها معاونت بانک ملی اصفهان را به عهده داشت و از ادبا و فضلای برجسته اصفهان محسوب میشد سروده است. در آن شب بود که من با نوازندگی‌های سحرآمیز شهناز آشنا شدم و 60 سال بعد سرگذشت زندگی و آفرینش‌های والای او را در مجله میراث ایران نوشتم و در همین جلد اولین مجموعه 1000 آوا که پیش رو دارید نیز آورده‌ام. 3. از دیگر خاطرات به یاد ماندنی گذشته آن است که در حدود سال 1324 خورشیدی شبی من و دوستانم در کنار زاینده رود قدم می زدیم. ناگاه آوای لطیف و دلنوازی از رادیوی رهگذری به گوش ما رسید که به یکباره همه ما را مبهوت کرد و بی اختیار دنبال آن رهگذر حرکت کردیم. این آوا حتی از صدای تاج اصفهانی هم زلالتر و دلنشینتر بود. پس از پایان برنامه گوینده رادیو تهران خواننده را با نام ناشناس معرفی کرد. سالها بعد فهمیدم که آن آوای آسمانی نخستین برنامه‌ای بود که استاد حسین قوامی معروف به فاخته در رادیو تهران خواند و چون افسر ارتش بود نام واقعی او اعلام نشد. این برنامه در شکوفایی ذوق موسیقیایی من تأثیر بسیار داشت. بعدها سعی کردم سرگذشت استاد قوامی و درخشندگی هنر او را تشریح کنم و در جلد دوم مجموعه 1000 آوا بگنجانم. 4. از دیگر رویدادهایی که در شکلگیری ذوق موسیقیایی من تأثیر بسیار به جا نهاد میتوان از مناجات‌های لطیف مؤذن خوشآوایی به نام آخوند رجب که به هنگام کودکی من در نیمه شبها در شهر کرد سر میداد و همچنین از مناجات سحرگاهی سید جواد ذبیحی از رادیو ایران یاد کنم که سراسر با معنویت فسون و فسانه همراه بود و یاد آنها تا واپسین دم عمر در جان و دل باقی میماند. 5. در نیمه های دهه 1320 وقتی در اصفهان تحصیل می کردم اغلب عصرها به کتابخانه فرهنگ واقع در خیابان چهارباغ می رفتم و کتب مورد علاقه‌ام را می خواندم. با اشتیاقی که با آثار علی دشتی داشتم روزی به مجموعه‌ای از مقالات او برخوردم که در یکی از آنها دشتی مضراب‌های تار دلنواز استاد علی نقی وزیری را به ناقوس کلیسا تشبیه کرده بود. گویی این که من تا آن زمان صدای ناقوس را نشنیده بودم ولی آنچنان قداست، لطافت و معنویتی در این جمله احساس کردم که برای همه عمر آن را به خاطر سپردم و سالها بعد وقتی نوازندگی‌های شگفت‌انگیز لطف‌الله مجد، جلیل شهناز، فرهنگ شریف و فریدون حافظی را شنیدم مفهوم کلام دشتی را با همه وجود احساس کردم. بعد از اخذ دیپلم در سال 1329 خورشیدی برای ادامه تحصیل به دانشکده کشاورزی کرج رفتم. در آن روزگار به علت محبوبیت جنبش ملی شدن نفت فضای پر التهابی همه کشور را فرا گرفته بود و فعالیت‌های حزبی و سیاسی و زنده باد و مرده باد گفتنها مجالی برای فعالیت‌های هنری و فرهنگی باقی نمی‌گذاشت. به همین جهت من سالهایی را که در کرج تحصیل می کردم بیبارترین ایام عمر خود می دانم و از آن به عنوان سالهای عقیم یاد می کنم. بعد از فراغت از دانشکده
مدت 14 سال در مازندران و گیلان در تأسیسات آموزشی به خدمت اشتغال داشتم. در این سالها فرصت آن را پیدا کردم تا با موسیقی‌های دلانگیز و پرمحتوای محلی این مناطق آشنا شوم. مشهورترین آهنگ‌های مازندران نجما، طالبا و امیری مازندرانی نام دارند که در لطافت و دلنشینی بی‌نظیرند. در نیمه‌های دهه 1320 امیری مازندرانی به وسیله خانم دلکش روی صفحه ضبط شد که از والاترین آثار موسیقیایی ایران به شمار می آید و من سرگذشت آن را در همین جلد اول مجموعه 1000 آوا نوشتم. آهنگ‌های گیلکی نیز از نظر ملودی، کلام و اجرا از درخشانترین آهنگ‌های محلی ایران به شمار رفته و آهنگ‌های دیلمان و زردملیجه و صدها اثر دیگر که به وسیله مهندس احمد عاشورپور، فریدون پوررضا و ناصر مسعودی اجرا شده اند از غنی‌ترین موسیقی‌های محلی ایران به شمار می‌آیند. از اقامت 14 ساله خود در این مناطق من بسیار آموختم که بسیاری از این آموخته‌ها را نیز در مجموعه 1000 آوا انعکاس دادم. سالهای 1344 تا 1356 که در تهران اقامت داشتم به علت مسئولیت‌های فراوان اداری ارتباطم با دنیای موسیقی کمرنگ شد. در این سالها شعر و ادب فارسی، موسیقی و ترانه‌سرایی ایران پس از صدها سال سکوت و رکود در اوج شگفتی، تحول و تکامل قرار داشت و به حق میتوان آن سالها را دوران تجدید حیات هنری و ادبی ایران دانست. اما به علت اشتغال به کارهای کمرشکن اداری من هم فرصتها را از دست دادم و مطلبی نیندوختم و آن ایام را از سالهای سیاه زندگی خود می‌دانم. در نیمه‌های سال 1357 با شروع جنبش‌های سیاسی و انقلابی من و همسرم برای دیدن فرزندانمان که در امریکا تحصیل می‌کردند به این کشور آمدیم. سفر تلخ و دشواری که 42 سال است ادامه دارد و هنوز هم خام‌اندیشانه در این خیال به سر میبرم که روزی به زادگاه مقدس خود ایران بازگردم. از مهمترین عواملی که در این سالهای تیره و تار من و بسیاری از آوارگان وادی حیرت را که با ایران پیوند داده و میدهد جادوی شعر و ادب فارسی و موسیقی‌های ایرانی است و به همین جهت در 42 سال گذشته اشتغال در امور ادبی، فرهنگی، هنری بخش جدا ناپذیر زندگی بسیاری از ایرانی‌ها شده است. در این سالها من نیز به تدریج مانند دیگر آوارگان به دنیای کتاب و ادب و موسیقی ایران روی کردم و ظرف نزدیک به 2 سال بیش از 2500 نوار موسیقی و حدود 500 جلد کتاب فارسی جمع‌آوری نمودم و مطالعه و بررسی موسیقی‌های ایرانی و ترانه‌سرایی بخش مهمی از زندگی مرا تشکیل می‌داد. نگارش تاریخ موسیقی و معرفی هنرمندان و بررسی آثار آنان در ایران سابقه چندانی ندارد و برخلاف شعر پارسی که همه ساله 10 کتاب و 100 مقاله در باب آن منتشر می شود، تهیه و انتشار و کتب و رساله مربوط به موسیقی بسیار اندک است. 50 سال قبل استاد روح الله خالقی، موسیقیدان و آهنگساز بزرگ، با نگارش 3 جلد کتاب ارزنده سرگذشت موسیقی ایران فصل جدیدی را در تاریخ فرهنگ، هنر و موسیقی ما گشود. بعد از وی صاحب نظران دیگری چون حسن مشهون، دکتر ساسان سپنتا، نادره بدیعی، شاپور بهروزی،
حبیب الله نصیری فر، اسماعیل نواب صفا، علیرضا میر علی قلی، روحانگیز راهگانی، دکتر داریوش صفوت، فروغ بهمنپور، پرویز خطیبی، توکا ملکی، غلامرضا جوادی، علی دهباشی، محمد جواد کسایی، مهدی ستایشگر، بیژن اسدیپور، نصرت الله حدادی، مهران پورمندان، سعید مشکین قلم، کیخسرو بهروزی، شهریار صالح، دکتر محمود خوشنام و محمد رضا لطفی با نگارش کتب و مقالات گوناگون در مورد موسیقی نقش ارجمندی را در نگاهداری این میراث فرهنگی و هنری ایفا نمودند. اما جور و جفای 1000 ساله‌ای که موسیقی ایران تحمل نموده ایجاب می کند که کتب، مقالات و مطالب بیشتری در باب این هنر منتشر شود و مردم با شرح و احوال و تجزیه و تحلیل آثار هنرمندان کشور بیشتر آشنا شوند. از آنجا که از کودکی مختصر ذوق نویسندگی داشتم و در سالهای قبل از انقلاب خواندن مقاله‌ای از زنده‌یاد دشتی درباره رهی معیری شوقی برای نوشتن مطالبی در مورد ادب غنایی ایران در من ایجاد کرده بود، در ایام فراغت به نوشتن شرح حال و تحلیل آثار هنرمندان برجسته 100 سال اخیر ایران پرداختم و به تدریج اشتغال در این مقولات برایم شوق‌انگیز شد. در سال 1997 میلادی چون تحصیلات فرزندانم به پایان رسید و هزینه‌های زندگی ما کاهش یافت، من نیز از کارهای محقری که داشتم به کلی کنار رفتم و بازنشسته شدم و همه اوقاتم را به کاری پرداختم که با ذوق و استعدادم همخوانی داشت. از خوش اقبالی‌های من در این مرحله از زندگی دوستی دیرینه‌ای بود که از دوران تحصیل در دانشکده کرج با غفور میرزایی، نویسنده، شاعر و هنرمند گرانقدر داشتم. وی سالها قبل از من به آمریکا آمده بود و از ایرانیان موفق محسوب می‌شد و در تهیه و انتشار فصلنامه‌های معتبر رهاورد نزدیکترین یار و مددکار حسن شهباز، بنیانگذار آن نشریه، به شمار می آمد. میرزایی مرا یاری داد تا نوشته‌هایم را به تدریج در رهاورد منتشر کنم. همچنین مرا به استاد احسان یارشاطر معرفی کرد تا شرح احوال موسیقی دانان را برای دانشنامه ایرانیکا تهیه نمایم. انتشار این مقالات در رهاورد و دیگر نشریات شوق مرا در ادامه راهی که در پیش گرفته بودم بیشتر کرد و سعی می کردم تا کارم را جدی تر بشمارم. کوشش داشتم که نوشته هایم ضمن مستند بودن تمام و کمال به روشی تهیه شود تا خوانندگان رغبت بیشتری به خواندن آن مطالب پیدا کنند. سعی کردم تا اکسیر نابی را که در آثار هر یک از هنرمندان تجلی دارد و هنر آنها را از دیگران متمایز می نماید به طور ساده و روان تشریح نمایم و تفاوت‌های تکنیکی و هنری آثار هنرمندان را به حد کافی و به بیانی ساده و روان توضیح دهم. گام مهمی که دیگر نویسندگان کمتر به آن پرداختند. از آنجا که در نظر داشتم که نوشته‌هایم از هر حیث مستند و قابل وثوق باشد، بران شدم تا به هر ترتیب که میسر باشد با اساتیدی که در قید حیاتند تماس گرفته و درباره مباحث گوناگون موسیقی معاصر ایران و آفرینش‌های ممتاز آنها با هم گفتگو کنیم. متاسفانه اغلب هنرمندان مقیم ایران به علت توهین‌های ناروا و جفاهای غم‌انگیزی که بعد از انقلاب زندگی و شخصیت آنها را بی‌حرمت کرده بود، به هیچ وجه حاضر نمی‌شدند که مرا بپذیرند.
سرانجام با کوشش‌های برخی از دوستان به خصوص توصیه‌های استاد علی تجویدی موفق شدم در 3 سفری که به ایران داشتم با برخی از اساتید نامدار چون همایون خرم، فریدون حافظی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، رحیم معینی کرمانشاهی، بیژن ترقی، جلال ذوالفنون، حسن کسایی و اسماعیل نواف صفا گفتگو و شنودهای پرباری داشته باشم و نکته‌های بدیع از آنها بیاموزم. بیشترین و پربارترین دیدارهایم با استاد علی تجویدی بود که به راستی از مفاخر هنر ایران بود و بسیاری از آثارش به ماندگاری رسیده است و بدین امیدم که فرصت آن را پیدا کنم تا این گفتگوها را بر روی نوار ضبط شده انتشار دهم. تماس و گفتگو با هنرمندان برون مرزی مانند عبدالوهاب شهیدی، دکتر منیره طاها، ناصر رستگار نژاد، عطاالله خرم، محمود ذوالفنون، شاپور بهروزی، دکتر سروین آریانپور، تورج نگهبان، اکبر گلپایگانی، لعبت والا، عماد رام، هما میرافشار و هوشنگ ابتهاج چندان دشوار نبود و توفیق آن به دست آمد تا با هر یک از این عزیزان به وسیله تلفن، نامه و یا ملاقات‌های حضوری ساعتها گفتگو کرده و از نقطه نظری آنها آگاه گردم. در گفت شنودهای بسیاری که با هوشنگ ابتهاج داشتم، وی از چگونگی شکلگیری برنامه گلهای تازه، گلچین هفته و گروههای موسیقی شیدا، عارف، سماعی و چاوش و هنرمندانی که در آن گروهها فعالیت می‌کردند مرا به تفصیل آگاه کرد که مشروح آنها در جلد 4 مجموعه هزار آوا دیده می‌شود. ارتباطم با اکبر گلپایگانی محدود به برنامه‌ای بود که به وسیله یکی از دوستان مقیم پاریس بین ما رد و بدل شد و به سوالاتم پاسخ گفت. با حسین خواجه امیری ایرج از سالها پیش از انقلاب آشنایی داشتم و بخشی از یادمانده‌هایم از این استاد را در جلد 2 مجموعه هزار آوا نوشتم و بالاخره گفتگوهای این جانب و استاد محمد رضا شجریان از طریق تلفن یا ایمیل هایی بود که بین ما رد و بدل شد و متاسفانه با بیماری استاد نیمه تمام باقی ماند. روحش شاد. در سال 2008 میلادی بران شدم تا این مقالات را جمع آوری کرده و آنها را به نام هزار دستان به چاپ برسانم. بعداً نام هزار آوا را برای این مجموعه برگزیدم که به هزینه دخترم گلبرگ به وسیله کانون معرفت در ایالت فلوریدا به چاپ رسید. به تدریج فرزانگانی چون پروفسور فضل الله رضا، دکتر اردشیر لطفالیان، مهندس غفور میرزایی، اسماعیل جسیم، دکتر سیروس عظیمی، فرهنگ فرحی و محمد علی حقیقت سمنانی در نشریاتی چون ایران تایمز، راهنمای کتاب، ایران شناسی، رهاورد و جوانان این کتاب را مورد نقد و بررسی قرار دادند. پایان قسمت اول پادکست هزار آوا. تا درودی دیگر، بدرود. گر جان عاشق دم زند، گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند. وین عالم بی اسرار، وین عالم